صدای زندان. پیغام خواهر اسیر از کمپ الهول بر جوانان امت. من الان از کمپ الهول سخن میگویم، بلکه از قبرستان الهول. والله ای برادران، هزاران خواهران اسیر شما که از هر گوشه دنیا هستند پی دیگر میمیرند. والله ما را نمیکشند مگرم مسلمانان. والله ما را یگانه کسانی میکشند که مسلمان اند. میدانید چرا؟ چون آنها از یاری رساندن با ما غافلند و در آغوش نفسهای خود نشسته اند. والله ای برادران، ما چیزی نمیگوییم، ولی آن چیزی را میگوییم که در شام یک طفل پیش از مرگش گفت. من میمیرم و به نزد الله میروم و الله عزوجل را از هر چی خبر میدهم. والله ما نیز نزد الله عزوجل میرویم و هر چیزی را برایش میگوییم و با الله عزوجل شکایت خواهیم کرد که مسلمانان از یاری کردن به ما غافل و خانه نشین بودند. و الله عزوجل میداند که این خواهران یگانه برای اعلای کلمت الله و برای یاری رساندن دینش بیرون شده بودند و در راه الله شوهران خود را فدا کردند. بعضی ها دستان خود را، بعضی ها پاهای خود را و بعضی ها تکالیف زیادی دیدند. والله ای برادران، صلیبیان ما را کنیزان خود گردانده اند. والله در حقیقت ما اسیران صلیبیان هستیم و کردان تنها سگهای نگاه داده شده آنها هستند. بر ما شبی نمیگذرد تا اینکه طفل یا زن جان دهد و این چنین پیرمردان از نبود غذا و دارو از دست رویه بد جان میدهند. ای برادران، از الله عزوجل درباره نفسهایتان بترسید. فتراءى ببالي طيف آلام مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى. فتراءى ببالي طيف آلام مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب. من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب. هزتني نسمات الليالي فترى